اصرار کردنی و کجا میره؟ از این خونه به جای دور میروم مادر. لازم شود خیلی دور میروم. التجا میکنم دیوانگی نکن. پدرت بسیار غمگین است. این رو باید پیش از زدنش فکر میکرد. سنم آخر پدرت برای بهبودی تو میگوید. من از این خونه از این گونه حیات بیزار شدم. از درویگی بیزار شدم. میلش او مرا تنها برای انسان بودنم دوست میدارد. صمیمی میباشد. حقیقت پرست است. میلش بگذار همین خیل باشد لیکن او به تو مناسب نیست. به گمانم اشتباه میکنید. او یگانه امید در حیاتی من بود. شما باشد با او رفتاری بد کرده. دخترم التجا میکنم نرو. دخترم گوش کن. عارف حالت خوب است؟ خوبم اکا. سرم کمی لط خورده است. او را از دست دادیم. این پلید چندان مرد خام نیست. اگر مرد خام می بود 2 مرتبه از دستمون نمیگریخت. عملیات فردا بوده رو فهمیده نتوانستیم. تا فقط خواب نمیکنیم ظریف. کاری کرده باید او را یابیم. انشاءالله مییابیم. تمامی وجودها رو یک دیده میبراییم و او را مییابیم. نباشد سوار شوید و شوبه میرویم. برای شنیدن این کار غمگین شدم. دیگر چاره نیست. بهوده کوشش میکنیم. همه امیدهای ما برباد رفت. خیر میلش. حتما یگان روز میشود. چیکار کنیم؟ خیر به تو شبی خوش. به تو هم شبی خوش. سنم در اینجا چیکار میکنی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ من دیگر به خونه‌مون بر نمیگردم. چی؟ مگر تو خونه تا رو ترک کردی؟ بله، دیگر در اون خونه زندگی نمیکنم. سنم ایخل نکن. یکی مادرت دیگر پدرت میباشد. آخر اونها روز میگویند چرا ایخل رفتار میکنی؟ فهمیدم. تو هم از من روی گرداندنی. اگر به من باشد از تمام دنیا روی میگردونم، اما از تو نه. راست میگویی؟ به قرآن و نام قسم میخورم. رفیق ما بسیار مرد حقیقی میباشد. ها، تو برای من شده خونتان رو ترک کردی؟ بله. پس چیکار میکنی؟ در اینجا زندگی کرده نمیتوانی؟ مهم نیست. به خونه ما میرویم. من خودم تنها زندگی میکنم. آفرین به تو. بیا میرویم. من شما رو میکنم. سحر که شد باز فکر میکنید. رفتید. این آدم میدانست که به خانه پالیسا حمله میکنند. دیده و دانسته کمک نکرد. همینطور نه؟ این آدم بهادر است. شخصی که به سربازخانه حمله کرده است. به گمانم که بلوط قصد کشتن بهادر را دارد. اما تا دانشجویان چیکار داشته باشد اینش را نفهمیدم. هنوز هم از اتوبوس دانشجویان درک نیست. نیافتیم لیکن مییابیم. کم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر کردنم عذر. رامیه اومد. باز کن بولتا. از حالات خبر داریم. خبر داره. هی اکی اوریفیت خیست. به این همکارای عجیب از سرمون میگذارن. رفیقان مرا خوب گوش کنید. هوشیار شوید. ماشینی دانشجویان حربی ساعتی چند و از کجا برآمدنش را فهمیدید. زودتر برآمده پیش راه آنها را گیریم. وقتی زیاد نداریم. سراغ مذکور اینجاست. اگر زودتر برای میرسیم. صالح تویست. در اینجا کارهای مهم داریم. خوب شد از آقای مدیر. عارف کار به عهده توست. اما آدمهایم را صحت و سلامت برگردان. نباشد دو دستم در گریبان توست. نگران نباشید آقای سردار. انشاءالله یگان ناخوشی نمیشود. رفیقان برویم. زودتر. رفتیم. رفیقان و شما راه سفید. خداوند مددگارتان باد. تشکر. رفیقان آماده هستید؟
نزدیک بشویم رفیقان. کار را آغاز بکنیم. الهی خداوند مددگار ما باشد. آمین. آمین. من در جای واقع می باشم. نقشه که مدتی دراز کشیده بودیم انشالله عملی می شود. حقتان را حلال کنید. حتما قصد برادران را می گیرم. نه من سوار میشم. من هم سوار میشم. مشکل نیست. گفتم که من سوار میشم. ای برادر آخر تو خونه دار میباشی و نزدیکی صاحب فرزند میشوی. آخر تو هم سنم را یافتی. خیر بس کنید. اریال یا رشکا؟ من اریال میگویم. رشکا. بالتا با اتوبوس سوار میشود. مبارک شود. زودتر باشید. این زیره رو بپوشی خوبتر میشود. بالتا برادرم نگران نباش. من در این محله لوحه های پولادین رو ماندم. اگر حمله کنند میتوانی در قفای لوحه ها پنهان شوی. فهمیدی؟ چه؟ پنهان شوم؟ پنهان شدن زیبی ما ندارد. نباشد پیراهنت رو بدر کرده را. پرونت گفته دادم. آنها باشن کیف صفا کرده تو را میپرونند. از روی گفته ما عمل میکنیم. خیر بس کنید. آخر ما وقتی بسیار نداریم. زودتر به اتوبوس سوار شوید. زودتر. بسم الله. بالتا تا آخر دوام ده نیش. طبق نقشه های بهادر حمله در میدان بیش هزار با وقت میپیوندد. اگر پرانند در اینجا پنهان میشوی فهمون؟ آن شخص خودش تنهاست. همین که پراندن را سر کرد در حال با او حمله میکنیم. وقتی زیاد نمیکنه. فهمیدی؟ فهمیدم اکا. ای برادر خرمانی من. برادر با تو تلفن بیام. با مفتیات زنگ میزنی. کردوس. از آنها پرس اگر اتوبوس رانم و مرا کشل شهید میشم. کی ظریف تو نقل کردی؟ عذر میخوام برادر. من تنها با اون نقل کردم. دیده ایست پگاه در روزنامه ها نشر میشود. جورا با مفتی تلفن کرده چی گفتی؟ کنی گفتم کاری فرو یگان بس کنید. بالتا را بسیار غم ندهید. برادر بهترش به مفتیات زنگ زده این کار را امیر کن. خب مفتیات فکر خوب. تنی زود باشد. کار را سر میکنیم. غیر از بالتا همه فراید. زودتر. گوش کن. انشالله که یگان حادثه رخ نمیدهد. اما اگر کارها خراب شوند نگران نباش. احتیاط میکنم. ای برادر با دقت شو. خودت را احتیاط کن. باز یگان دیوانگی نکنی. خودت را محافظت کن. میدانی که من به تو نیاز دارم. رفیقان زودتر باشه. دیر میمونیم. رفتیم. زودتر شو. زیر پوش داریم. خودت را خوب احتیاط کن. خوب شده است. خدایا احتیاط شو. من بالتام. برادر خدا نگهبانت باشد. بالتا ما از این طرف رفته کمی میگیریم. تو رفته آمادگی بین و منتظری خبری ما باش. خب خوب شده است اکا. رفتیم رفیقان. در پناه خدا باشید. اکای ظریف من از کارهای او در حراس میباشم. نگران نباش. او به کار خودش هوشیار است. نخواد که بالتا را نشناسد. همه آماده اید؟ آماده. رفیقان با دقت باشید. باز یگان حادثه ناخوش رخ ندهد. خوب شده است اکای اوری.
بالتا میتوانی بیایی، ما کمین گرفته ایم. اکای عارف من میآیم. رفیقان، اگر یگان خطاگی خورده کنید حیات بالتا در خطر میافته. فهمیدم اکا، نگران نباش. کارلوس، برادر تو آنجا را میبینی؟ دیدم اکا. با من بیا. نهایت وقتی انتظاری هم آمده است. اکای عارف با واخری میآیم. یگان خبر هست؟ هنوز نیست. تو خی کردن گیر. برادر مرا در یاد آوردی؟ بهادر، هر تا سلاحت را زودتر! در وقتی خطا در مکانی خطا می‌کنی. من افسانه نگویی. از دانشجویان تو چی می‌خواهی؟ گپ زن. من با آنها کاری ندارم. چرا قماندان را کشتی؟ ها؟ سبب کشتنش در این است که او ما را فروخت. اون سبب شد که رفیقان من شهید شدند. باقی مانده سربازان باشد میون ماندم. آن شخص ما را لقمه دشمنان کرد. وقتی که از اون مدد خواستیم کمک نکرد. فهمیدی؟ خیر میلش، فهمیدیم که او شما را فروخت. پس دانشجویان چی گناه دارن؟ من قاتل نیستم. فهمو، من با دانشجویان کاری ندارم. نقشه من شخصانی است که دانشجویان را زیر هدف قرار دادن. آنها کیند؟ باز آنها کی شدند؟ سرداری آنها بکتاش گفتن یک نابکار است. زودتر شوید، اتوبوس میآید. نزدیک میشود. همه اشون رو کشته نابود میکنید. فهمیدم. روشن‌تر کپتان. آیا نمیفهمید؟ این عملیات را گروه تروریستان با عهده گرفتند. من برای دانشجویان آمدم. من برای بکتاش آمدم. بالتا، همش آرام است. من دوا میدیم. بالتا، خبر احتیاط باش. برای زودتر برای اکایاری حمله کردن. در کجایید؟ کمک کنید. بالتا! هی! نگوید! بالتا!
از کجا پیدا شدن؟ تروریستانه. پرانت اینها از کجا پیدا شدن؟ مخصوص باشن. بلسته باشو. آریف در اینجا تروریستانن نپرانن. آمدیم قصد بهادر همین تروریستان بودن. همین تروریستان. بازه چه ها دارن؟ برازی بازه رفته مگر؟ من میروم. شاهین سومن مرا محافظت کنید. من رفته بالتر را میگیرم. مایلش زودتر بیا. زودتر شام. برادر خوب هستی؟ در بابی تروریستان قبل بود. ما هم از تروریستان خبر نداشتیم. بیا از اینجا میرم. دختر رفتیم. صدی آنها زیاد شدن. بوریده حرامی ها از کجا پیدا شدن؟ اکا میگریزن. فهمیدم. من از خفای اونها میروم. آریف احتیاط شد. نایلش. اکا من هم همراه شما میروم. لعنتی خدا بر شما. آنها از کجا پیدا شدند؟ از کجا؟ خیلی خلاص شدیم. آیا فکر میکنی از تو میترسم؟ از تو میترسم؟ بولته احتیاط شد. ای احمق. ای احمق اینجا بیا. اینجا بیا. تو را میکشم. نیت کشتن دانشجویان را داشتی. کسانی که دانشجویان را میرسند از آنها نفرت دارم. ای احمق. تو کیستی؟ از من چی میخوایی؟ من با خاطر داری؟ نه. خب نگاه کن. چرا هم نگاه کن. نگاه کن. سال 2009 را به خاطر آن سربازخانه‌ای که 12 سرباز را شهید کردید به خاطر آن. من نکردم. من در اونجا نبودم. من نبودم. تو در آنجا بودی بیشرف. دروغ نگو. من میدانم. نپرون. التجا میکنن. نپرون. تو چی کار میکنی؟ این تو بگویم. این کار را نکن. آرام شو بهادر. از پیشم دور شد. این کار را نکن. آرام باش. تو میکشم.
چل کشتنی دانشجویان را آرام شو میگویم. والتا ایستارا میکشی. والتا بس کن. چه شد؟ هیچ گپ نه. اصلا هیچ گپ نیست اما اینی هم لازم نیست بس کن. والتا میکشم. والتا آرام شو میگویم. بس کن. او را میکشی. آرام شو والتا. آرام شو میگویم تو را. سرگید مرا گوش نمیکنی؟ آرام شو. ظریف دستهای او را ببند. شما ماشین یاری تجلی را جدا. مایلش مرکز به جای واقعی یک ماشین یاری تجلی روان کنید. بچه ها در کجایی؟ نمیدونم. بیا رفته میکابیم. تو هم با ما میروی. والتا رفتیم. این را گیر این را. بردار گیر. برادر فهمیدم. علمی زیاد داری. معیوب میباشی. تو حق هستی. اما این کارو نکن. التجام میکنم. مرا نکش. گپ نزن ابله. دمت رو گیر. آیا میبینید سگ حرامی چگونه زاره دارد؟ چندین رفیق من مرد. همه آنها جوان مرد بودند. یک تای آن نو فاتحه کرده بود. یک تای دیگرش 2 ماه پیش صاحبی فرزند شده بود. فرزندش رو ندیده بود. این تناموزو رو به شهادت رساند. بین آخر تو زنده ای. چندین سال بود برای این وطن خدمت کردی. شرف و اعتبارت رو برباد مده. همچون نشاندن مخفی خودت رو قاتل مساز. چل قاتل؟ این آدم را کشتن خدمت به وطن نباشد. برادر تو علاقه در کوه پشت برای وطن و ملت خدمت کردی. سلاحت رو پرت. اگر به من میشد فرمان میدادم که او را تیرباران کرده کشی. اما من فکر تو را میکنم برادر. برای چی؟ گوش کن. این کاری تو در نزد خداوند بخشیدنی نیست. مگر به نشاندن مخفی کشتن از روی عدالت است. خودت را حیف میکنی. برادر بگذار ما کاری خودم رو کنیم. من رو میکشم. نکن برادر. جسد حرام این آدمان به تو فایده نمیبخشد. به تو ضرر میرسونند. نکن. ما از پیش خودمون حکم نمیکنیم. با عدالت خداوند پناه میبریم. آیا تو از خداوند عادلتر هستی؟ تو گپ زن عادلتری. مایلش خوب شده. با من چیکار میکنید؟ مرا دستگیری میکنید. تو یک کماندان رو کشتی. دیگر چیکار هم میکردی؟ نباشد برا هم ببرید. برا هم. شما کیستید؟ از کجا پیدا شدید؟ اینها دوستان جانی من میباشند. از دوزخ یک جا برام. من ببینید همش کاری این آدم است.
گوش کن، این چی کار است؟ هم او را کشتی و هم مرا نجات دادی. برادر، ما شما رو ندیدیم، شما نیز ما رو ندیدید، فهمیدید؟ گوش کنید، ولی باری دیگر با مقابل من نبارید. فهمو کار ما که ها بستم باشد. کارلوس در کجایی؟ خدا جای شهیدانمان را جنت کند. آمین. خب تر از یکم که شما رو ندیده نمید. زودتر باشید، زودتر. بله، بین احمقین و بکار دیگری. چی؟ او را دستگیر کردید؟ بهادر چی؟ بهادر در کجا؟ هوا صاف است، ابر نیست. نمیخیل نکنه اولید؟ من ندیدم. چی تو گریه کردی؟ نه، با چشمم گرد دارم. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» — это то, что нужно. Вафлин-сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата». Самое сладкое удовольствие. همه مرا خوب گوش کنید. میدانید که این هفته 168 سالگی روزی تشکیلات پالیسان می باشد. یعنی هفته پالیسان. اگر 168 سال شد؟ بله. شکر ته کرسی این تشکیلات مستحکم می باشد. ما برای وطن و ملت خود جان می دهیم، اما دشمنانی ما باشند. باز یگان حادثه شدن سردارم. فرماندهی تشکیلات تروریستی به مناسبت هفته پالیسان یک گروهی مخصوص را تشکیل نموده است. هدفمان این شخص می باشد. از روی خبر نگاه کرده در این هفته به بعض نقطه های پالیسان حمله کردند. مقصدشون تشکیلات امنیت را رو افتاده ساختن می باشد. در حال رفته این شخص را دستگیر کرده می آورد. خوب شده سردار. حالا اینجا مسافران را جابجا می کند. خویشاوندان شهیدان به زیارتی ما می خوب شده سردارم. از پسی کار شود. سومن، بچه ها کجایند؟ در روحن سردارم. یا خدا، چرا دیر ماندند؟ شما برای رفتن تیاری بینید. مایلش. زود باش بگم کارلوس، آخر از انتظاری ریشه نموندیم. زود باش. باز تو سحر در تلفن گپ زده است. شب خواب نمی کند، سحر نمی خیزد. زود باش برادر، زود باش. دیر کردیم از پوستین. زود باش. انا آمدم برادر، آمدم. 2 دقیقه دیر موندم در چشمان تو میتوبرم. در حال غیبت رو سر میکنید. نگاه کن، هم گناهکار است و هم زود. گوش میکنم سردارم. سراغم؟ مایلش در حال میبرایم سردارم. مایلش، من با شاهین گپ میزنم. بخیر است؟ چی شده است؟ بچه ها با عملیات میروند، در راه ما میخوریم. کارلوس، تو به سرشان برگذر، زود باش. این مجنون شده است. کلید نیست برادر. زود باش، زود رفته بیار کلیدو. کارلوس،
معارف در راه با میخورید. برای خدا نگهبانتون باد. خبر رو گرفتم. تعینات برابر آمد. برای پیشاب گرفتن آماده باشید. زود باش آخی برادر. مردم همه رفتن، ما حالا در همین جاییم. آمدم. زودتر. کمربندهای بی خطری رو باندید. با پرواز آغاز میکنید. آهسته کاتوس، آهسته. در جنگل در یک کلبه هستم. شما تو عقب را نظارت کن. ما با رجب از پیش وارد میشویم. وارد میشویم گوید این کار با من خوش آمد. در داخل چند کس من تخمین میکنم که از 5 نفر زیاد نیستن. کارلوس آهسته برادر، آهسته. باز با صدمات دچار نشوی. هیچ چیز نمیشود برادر، نترس. نگاه کن مار بر این میخیزم. یا خدای من. اینجا از ظریف چی شد به تو؟ مار گفت به یادم آمد. استغفرالله. دیروز شب یک خوابی بیزیب دیدم. بخیر از انشاءالله. چی دیدی؟ یک مار کلان در پیش شوربم و داخل در آمدن میخواست برادر. کوشش میکردم که باز دارمش. وقتی که باز داشتم از دستم لغزید. من میداشتم آن از دستم میلغزید. کاری میکرد که به شعبه داخل شود. به طرفی من گشت که خودم را از جایگاه برخواستم. مار باز بوده است. من هیچ نظر نمیبینم مار را. چیکار داشت از در شعبه؟ نمیدونم. الها بخیر. خیر وارد. عجب. تعبیر این خوب چی باشه؟ به خدا نمیدانم ظریف. چیزی گویم درست میشود. شعبه خانه ما حساب میخورد. در فهمش من خانه این به قلب روز میاد. اما گب را دراز نکنیم کوتاه است. ای آخه تو آهسته اون کمتر. نگاه کن در پیش پیاده گرد است. و خدا ظریف، مادر کلانی من میگفت که اگر خوابی بد دیده باشی، وقتی که بیدار شدی بسم الله گفته به طرف چپ توپ کرده خوب کن. من کردم به کار اومد. اگر خواهی تو هم بیسن. نگاه دار شانزدهم ایون کاخ جمعه ساعت 16 شب ایجادی فخرالدین عربشاه گروه قیترما. الو نگی در مهمونی خانم منیژه، شبنم صابری، شهریار دولتов، روزیبек فیضلی، شان امسی، فیضگل یوسفова، سعیده سیروجدین، حبیبه دولتова، کامل جان ظریفов، قابل جان ظریفov و حسنی چیلا. همچنین ستاره‌های مخفی با تبریک گروه قیترما تشریف خواهند کرد. زنگ زنید. خدایا برادرم، ارو بچه کودک رو زدیم. برادران چیکاری کردن بود؟ کودک رو کشتم. آخر چند بار با تو گفتم که آهسته ران نگفتم بودم بکن. ای خدا مدد. اکنون چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ اگر کودک مرده باشه تمام سرمان در بالا میمونه. خدا جان یاردم ده. چی کاری کردم بود؟ آرام شد تمام. خواهر خوب هستید؟ خدا جان نگران واقعا نشده باشد. خدایا با من مدد کن. خواهرم خدا این دهشت را به سر هیچ کس نآورد. خدایا با من مدد کن. خدا با من مدد کن. کودکم با کودک چی نشده؟ تمام خواهد تمام. حاضر و بیمار خانه میدم. فهمیدم. خواهر جان هیچ کار نشده. هشدار شو.
عارف دستت رو بردار. یعنی در آروبا کودک نبود؟ نه. خدا را شکر که خاطر کودک نشدم. زهر کن، سلاح را زهر کن، به قدر میخواستد دستهایم را هم میبردارم. ظریف از خیمت احتیاط باش. پرتاید سلاحایتان را، پرتاید، اگر نه همه‌تون نمیرید. چیکار میکنیم؟ سر میکنیم؟ حالا نه، عارف را انتظار میشویم. کجا شدن اینها؟ حالا هم نامدند؟ شاید حاضر بیاید. حاضر بدنی من به خارش میدراید. رجب گفتم که انتظار میشویم. شاهین چقدر باز انتظار میشویم؟ اونها نمیآیند. اگر اینجا انتظار شدن رو دوام دهیم ما را فرق نکنند. معلش علاج دیگر نداره. عملیات را آغاز میکنیم. فهمم. آغاز میکنیم رفیقان. رفت. حمله میکنم. خدا را شکر برم هم گذشت. راکر زودتر. مجید مرا تعقیب کن، من پیشتر میروم. پرتاید سلاحایتان رو تا چی فکر کرده ایستاده؟ برادر چی میکنی؟ یگان علاج دیگر داریم ظریف؟ اکه یاری فکر نکنند برای تسلیم شدن. کشید این بی‌شرفان را. تمام تسلیم نشوید. اکه یاری تسلیم نشوید. دمت را گیر. زودتر با ماشین سوارشان کنه. حرکت کنید. زودتر گاز رو زیر کن. عارف و ظریف و کارلوس رو دستگیر کردیم. آماده ایستاده. فهمو با کلوا به نزد دیگر رویشون برید. کارهایتون رو که تمام کردید به نزد ما بیایید. مایلش برادر هممون رو میدونم. صبر کن. این کاری کی بوده میتواند؟ همین کاری کردنشان هیچ نظر نبردن. تا حاضر فکر و خیالات در جایش بود همینطور نی؟ وضعیت در شوبه چیکل است؟ هفته پولیسون که کودک همشون در همیشه. این کار از فکر کرده همون خوبتر می شود. پیش از شعبه در آمدن به تلویزیون خبر ده. گروهی که تعینات مصروع غلبه نمون موج بیرقمون رو ثبت می نماید. آیسته برادر. آنها چی میگویند؟ خواب دیده ادراس می براید ظریف. تو مار گفته بودی، من به تو. فهمو. شما عقلتان را خوردید برادران. شما را حتی نزدیک شوی نمیمونم به شعبه.
احمق‌ها در یک تعیینات مخصوص 3 نفر نیست بود. نگران نباش، چاره همه‌تون رو دیدیم. ابله تو را کمتر خطا بکنی سرت رو میده میکنم. حالا میبینیم کی سری کی را میده میکند. آرام باش، آرام. اول نیت این بی‌شرفان را بفهمیم. بله یکیوری. موظقی بیدرویم موسیقی در رو به داخل گیرستن یک کار کرده این پول برای به دستی خوب گیریم زیاد انتظار نمیشویم. باش ما هم میداریم در داخل با میخوریم. فهمم راگت رجب میداریم. تمام حوزه بدام میافتم آمده ایستادم در حال مستحکمم سردارم. این خیلی باشد خوب یک نفرشون با مانند فیل به قوت است بزدر را نکشاید. زودتر باشد زودتر کجا شدند اینها؟ کمی پیش به اینجا در آمدند. بله اینجا بودم، من آنها را دیدم. کجا قد زده باشند؟ خودش چی گفت؟ این خودش چی گفت؟ در بیرون کسی هست؟ شاید مرد باشد به اینجا بیایید. کشاده نمی شود. از رزه ها درسته، احتیاط باشید. سلاح‌هایتان رو آماده سازید. تلفن بینید برای چی کردن میکنم؟ موج تلفن را پخش کرده صبح. بر آمدنمون رو نمیخواهند. چیکار میکنیم مجبوریم تا آمدنی عارف انتظار شدیم. هر کس در جای خود است. کنی بینم خیلی هم زیبیده است. سرباز را بینم کنی گفزن کلان شده کی شدن میخوایی؟ مثل پدم. آفرین با تو. زنده و سلامت باشید برای آنکه ما را در این روز تنها نگذاشتید. میخواستم که فرزندان ما چه کار کردن پلیس هایمان را ببینند. نگران نباشید، کودک هایتان یتیم ماندند اما بی صاحب نه. پهلوه گیرید با دستانی خودم بخورم. و اشتهایتان باشه آن جناب دست سلامت میشه. این را بینید ما را هم نظم دیدگه هایم بوده است. به خدا ما اونقدر عادت نکرده ایم تا این درجه هم. سلام علیکم. علیکم بر سلام. همشهر این سراغه را میدونی؟ اما نشان ده. همی بینم همی خیلی راست میروی از اینجا. این صدای تیر هست. آرام باشه، کودک ها را احتیاط کنید. به شوقا حمله کردن. چی؟ به شوقا حمله کردن؟ حیه سوزن ها و کودک ها را گرفته به تخانه فرستاد به یک جایی بی خطر. آرام باشه. زودتر باشه، زودتر دستر باشه.
زودتر زود باشید. حربی تو رفت از سلاح گیر. هر چیزی که میابی گرفته بیا. مایل سردارم. احمق ها گیرید این حریف را. گیرید یک آدم را گرفتن نتوانسته. زود باشید. یاردم کنه مرا میشنوه. خواهش میکنم. بیایید آخه اینها از کجا برآمده رفتن؟ اینجا کجای راه پنهانی باید باشه؟ یه ناموسان درها را محکم بستند. متوجه باشه بمب گازی پرداختن. در آمدن و اینجا می آیم. در را نظارت نکنید. دیگر جایی در آمدنی نیست. در آمدنی باشند. از اینجا می درآیند. سردارم حربی از عهده کار بر اومده میتوانی؟ تمام حیاتم این حالت را انتظار بودم. خدا را شکر. نباشد رفتیم. وقتی زیاد نداریم. در استانبول چقدر پلیس باشد بعد 2 ساعت همینجا میشود. یگان تمام صحت و سلامت نمیبرایم. فهمیدید مرا؟ فهمیدم. نگران نباشه. هممون برای مردن تیاره. پیر و جوان خرد و کلام نگفته پرونید. همش را پرونید. امروز روزی ماست. فهمیدید؟ جان خودم گذاشت. در شما آدمانی بیگناه بسیار. خدای ما رو ناامید نساز. شما باورم نمی آید. رز گفتان رز بدار شو بدار شو. اکا رسیدیم. نه حالا نرسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مانا تعیینات مخصوصی ترکا. مانا آخرین لحظه های حیات تعیینات مخصوص. همه‌شان اسیر تشکیلات ما شدند. من این بند را کشایم و تو لحظه های آخرین را نشان میدیم. چاره بینی هفته پلیسان رو شهر میدیم. جمع آمدم اون ساعتی 10 حمله به شعبه تعیینات مخصوص شروع خواهد شد.
بعد از حمله به شعبه تعیینات مخصوص ضبط افزایش خواهد یافت. حمله به شعبه گفتی؟ احمق بی‌شرف، چیکار میکنی؟ با ما کن. اونجا انسان‌های بیگناهن. حیوان لعنتی. با اعصابم بازی نکن. لعنتی بی‌شرف، حیوان رذیل. خدا خواهد مرگ تو در دست من است. چی گفتنی بودم؟ بعد پرچم مراسم، پرچم تشکیلاتمان را به بالای شعبه برداشته و پخش مستقیم خواهد شد. بعد از آن سرود تشکیلات و محکم شوی. یک چیزی دیگر رو نگفتی لعنتی. با جنازه های شما هست. اولا شما رو برداریم. چارابینی ها شروع خواهد شد. احمقی بی‌تمیز، بی‌شرف، خائنان وطن. آب و نان این وطن را نچشیدید مگر؟ فکر میکنید که این کارهای میکردگیتان بی جزا میموند؟ خاموش. احمق، تو فکری ما را نکن. شما درد خودتان را فکر کن. چی کار میکنی اینجا؟ به نزدیک کودکان رو. نمیشود. من هم با شما میگویم. دخترم، رو میگویم به تو. نه سردارم، من هم استفاده بودن سلاح را میگویم. حربی، تو به خودت یکان جای دیگر یا پسر. بیا اینجا گذر زود. زودتر. برادران زودتر باشه. روی همتون در تاریخ با حرف طلا نوشته می شود. حرکت کنید برادران. کشید این فاشیستان را. حالا شب در پیش چالابینی داریم. از ما خبر انتظارم. زودتر باشید. برداشت نمیکنم. زود باشید. پسرم یک فکر از پنجره قفا برآمده آنها را احاطه میکنیم. راست میگوید سردارم. برآمده آنها را احاطه میکنیم. و ما اینجا را تنها میگذاریم. اگر به داخل درآیند چی؟ این خیل نمیشود. بهترش اینجا بمیریم. مرا گوش کنید. اینجا قلب ماست، جان ماست، ایمانمون، همه چیزمون. شیطان به اینجا نمی درآید. اگر درآید زنده نمی براید. و قلبمون شیطان را راه نمیدیم. فهمیدید مرا؟ فهمیدم سردارم. شمایان اینجا چیکار میکنید؟ ما خودمون حل میکنیم. شما باید از جای بی خطر نمی برآمدید. یک وقت ها من هم فرزند داشتم مانند شما. برای این وطن شهید شد. به خاطر این زمین، به خاطر این پرچم. ما نمیگذاریم که به پرچم ما دست رسونیم. در همون شادی ما باید یک جا باشیم. برای نجات دادن اینجا ما باید خدمت کنیم. بله، این را از ما دریغ نداریم. بله. بر قصد آنها شما روحی چنکله را گیرید. اولش این که این روح را از قلب آنها برداشته نمیتواند. آتش! نگذارید که این بی‌ناموسان پرچممان را دست رسانند. نمیگذاریم. این پرچم ما را زنده نگاه داشت. هیچگاه از جایش نمی‌جنبد. زود باشید رفیقان، زود باشید. به پیش!
3 دقیقه داریم. موفقیت به شما. بیا رفته. با خواب یکسان میکنه. پاره میشوه. نیتی بد نکن، خاموش شو. خیلی زود باش. منو برداری، زودتر باشه. برویم. دیر نمانیم از خورسندی شما. اینجا حاضر میترکن. شما یک طرف استید که در بالایتون از پاره بدن این فاشیستان نفت. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سب کن. سب کن. آنجا را سب کن. اینجا کارمون تمام شد. بیا برویم. زود باشه. تو از کجا پیدا شدی ها؟ نام من نمک حکمت. از حالمان معلوم است. بازار شهادت را ساختن گفتن. برای کافتن جان خود آمدن. پدر، در حقیقت حربی حقیقی خودت هستی. آنها یک قدم به پیش ماندن، ما نتوانستیم. میدانم اینها را تعیناتی مخصوص میگویم. به خیرات از ما میترسند. همین خیلی استیم به درون آمدن نمیتوانیم. میتوانیم، راه دیگر نداریم. دوران دلیس چشمت را کشا. شیطان چیل را دارد و 1000 حیله. اگر کمتر سوراخی مانی راه ساخته به داخل می درآید. با قلبت شیطان را راه نده. می درآید. با دقت باش. یک مراتبه که در آمد دیگر نمی براید. در آمدن نماندم الحمدلله. آفرین به تو. اما شیطان از راهش بر نمیگردد. شکاری که نکنی او سوراخی یافته باز به داخل می درآید. با دقت باشید. همه سوراخی ها را محکم میکنی. قلبت را با ذکر خدا پر میکنی که سوراخی نماند تا که در آمدن نتواند. یا خدا. حکمت قدر سلاح چه خیل سلاح سردارم. امروز در اینجا یک نفر شهید می شود گفتم. در بازار جان می دهند میگویم. صد شکر مولا با من این شربت ناتکرار را نصیب گردان. حاضر در بازار جان وقتی جان دادن رسید اجازه ده تا این نعمت به این فقیر نصیب گردد. حضرت حکمت یک طرف ایستید. برای رد و برف و باران چتر دم. تقدیر همین است. یکی را رفتنش ضرور است. شما برای خدمتی وطن ناصر باشید. حکمت پدر یک طرف ایستید. اما که حکمت یک طرف ایستید. اما که حکمت یک طرف ایستید. حکمت پدر. اما که حکمت
حکمت پدر چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ سردارم یک دقیقه. این چی کاری کرده بود حکمت پدر؟ شهید شدم. در نصیب ما بوده است، تا همینجا بوده است. عمر بنده خلیل الله. صبر کن تو رو نجات میدهیم. همین قدر سال با شما بودم، گذارید که به نزد دوستانم روم. سردارم الکی منظره جنت را در چشمانم حس کرده ایستادم. خداوند همه‌تان را نصیب کند. هی حق! خدایا اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.